حیوانایی که داخل جنت میروند کدام سوال دیگه یک برادر پرسید و یک چند حیوانی که داخل جنت میشه و همین درسته با مانند سگ اصحاب کهف با مانند اشتری نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم با مانند مقصد گوسفند حضرت ابراهیم خلیل ابراهیم خلیل همی رو پرسیدن انا چند حیوانی که در جنت مقصد داخل میشه بعضی حیوانایی هستن که روخل داخل جنت میشه اما این مسئله هم سگ اصحاب کهف که گفته جای خلاف نداره سگ اصحاب کهف روز چند پای مردم گرفته مردم شد پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد انا نه که این مسئله بعد شتر صالح علیه السلام اصلا خداوند خلقش کرده بود برای هم مردم او مقصد او را میدروید خشخوری مقصد کبشی حضرت ابراهیم خلیل او مقصد که ذبیحه و ایوازی حضرت اسماعیل های بعضی چیزای دیگر هم در نمیجا خوش کرده گیان حتی دلدلی محمد صلی الله علیه و سلم هم خوش کرده گیان اولی در 1001 شب یک قصه کنیزی بی‌نظیر هم در وقت بحثش یک کنیزک به دست بسیار مسعود از جمله همین طریق سوالش میتونن که حیوانایی که داخل جنت میروند کدام و یک نمبر میکنه در ضمن دلدل محمد صلی الله علیه و سلم میگه اگه بعضیش جنتی ان انشالله جنت میروند بعضی دیگر شب بعدا مردم گرفتن در قطار یا کش کردن والله اعلم خدا خودش داناست اگه مقصد که او سگ اصحاب کهف قصهش در قرآن اومده است همه شنیده میدونه خب شتری حضرت صالح در قرآن اومده گیه همین سوره و شمسی و زحاده اومده گیه قشقوری حضرت ابراهیم خلیل در قرآن اومده گیه ذبح عظیم میگن فرشته در قبال حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح عظیم خب بعضی ها خری حضرت عیسی را میدونن اینجا اینایی در قرآن است اینا دلدل محمد صلی الله علیه و سلم میدوزن اینا در قرآن است دلدل اصلا خشیره ما مایده بودیم خدا رحمت کنه مسافری پدر اونا دلدل میگفت اسبای اسب نبود است خشیر بود است ایران مقوقیس حاکم مصر وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم مکتوب مینویسه و به اسلام دعوتش میکنه اودمی به عقلتر که بیاست دعوا و جنجال نمیکنه و در عوض برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چند هدیه میفرسته از جمله یک خچیر میفرسته با نام دلدل حضرت خودش را نام کرده دلدل خچیر سفیدی سربریستی بوده نقره رنگ انا حضرت در بالای همون سواری را دوست میداشت بسیار سوارش میشید بعد که رسول الله صلی الله علیه و سلم عالم فانی را بدرود گفت به عالم باقی رفت خچیر در دست حضرت علی افتید این میراث پیغمبر صلی الله علیه و سلم من گفتم دیگه او خچیر سوار نمیشه حضرت علی نگهبینش میکرد خدمتش میکرد میگه بسیار خوب نگهبینش میکرد وقتی که سالهای طولانی در دست حضرت علی به دست آورد تصور کنید که 2 سال و 3 ماه خلافت حضرت ابوبکر صدیق 10 سال خلافت حضرت عمر 12 سال خلافت حضرت عثمان علاقه خودش 24 25 شد با قریب 5 سال خلافت خودش همین خچیر در دست شده است دیگه مسافت شده ای پیری بد شده پیری فرتود وقتی که حضرت علی به شهادت رسید همین دلدل پسر عمک حضرت علی عبدالله ابن جعفر گرفت میراث پیغمبر را گفت محبت مسلمانان را ببینه همین میگه دیگه خچیر کور شده بود راه گشته نمیتونست است همین عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنهما ثروتمندترین مردی همون عصر زمان بود بایترین بود به نهایت بای بود است اگه تصور کنه که از فرط محبت در درون اوغرک این همی بادام و چهارمغز همین را میکتیده است میده میکرده است کفی دستش قطعی همون خشیر هم میخوانده است در دستی حضرت عبدالله ابن جعفر همون خشیر مرد شاید همی خاطر باشه ایو را هم گرفتیان در حیوانات جنتی داخل کردیان در صورتی که ایو نیستن نه که به هر وجه صورت مقصد که انا
چیزی که بناسی صریح شرعی ثابت نباشه ما هیچی گفتن نمیتونیم. حضرت اسلام درباره سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه درباره فرض‌هاشون یا فرض‌های خداوند یا روشنی می‌دادیم. ماشاءالله. مثلا بعضی آدم‌ها هستن ممکن ندونن فرض رو، ممکن فرض بدونن ترکش کنه. مقصد میشه حالتی که دستی بسیار میشه هستن تری مسلمانه که فرض خدا خشویا داخلی میکنن نه میشه حالتی که قضاش میکنه چی به قضاش میکنه باید قضاش نکنه فرمان خدا رو بکنه و بعد کارش رو بکنه. یک پا درسته نه که این موضوعش صلات بسیار روزه جمعه من یادم هسته در همون نمازهای جمعه هر کدومش یک جمعه میشه. فضیلت جماعت یا جماعه فضیلت جماعت حکمی تاریک الجماعه یعنی خودش یک جمعه شی. مثلا انا وقتی نماز این همه اذان و قامت وقتی نماز یک جمعه شی یا حتی اذان و قامت نمی خودش توقع یک جمعه شیده بود. برای همین بسیار یک موضوع مرکبه اما یک چیز فراموش نکنید بچه‌ها که نماز راز نیازی بنده به الله هست. همیشه در یاد تو بگیرید ساعت نماز ساعت قبول پروردگاره. در یک مجلس دیر که قرارتا میکنن اون ساعت نماز ساعت قبول خداوند دعوتت کرده است. همون معزین اجنام الله دعوت میکنه حی علی الصلاة بیا به نماز، حی علی الفلاح بیا به رستگاری. وای والی به حال کسی که اجابت نمیکنه دعوت پروردگار. بسیار مزمینه یک کار. تارک الصلاة حکمش به نهایت سخته. از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت هست میگه که ذکر نبی صلی الله علیه و سلم الصلاة ذات یوم. حضرت یک روز میگه ذکر نماز کرد قال من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. حضرت گفت هر کسی که نماز محافظت میکنه نماز در وقتش میخونه این نماز فردا روز قیامت برای اون نور میشود، حجت دلیل برای مسلمان بودنش میشود و سبب نجاتش از آتش جهنم میگردد. و من لم یحافظ علیها لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا. هر کسی که محافظتش نمیکنه، هر کسی نماز قضا میکنه، هر کسی که نماز نمیخونه فردا روز قیامت میآید این نه نور داره به نور نمیشه. فردا روز قیامت ای بوله پول سیروت میگذاریم که او یا ظلمت های پیش پوتا نمیبینی نور که نداشته باشی در یک پوله که از مو باریکتر از تخت استر چل میره. مسلمانی هسته که در هم بروی پول سیروت نورش رنگی پراژکتره نورش حتی آتش جهنم خیره میکنه. هست مسلمانه که هم یک فنری گوری رفته است نورش یا به چرویش بده است که همه وقتی هم قدم زدنده همین چلیکی نرچلیک یک گریون میشه دست کم ترک کرد خوش همه مونده است در هم بومه مرده است با طریق های کتا اسکی وحی بومه مرده است. وقتی که مرد مگر هم قرار بسته برای اگر قرار هم بسته حرکت کنه میغلطه آن همه میگه علاوی جهنم اینه پهلوش او میکنه دو فیقان کرده که خدا خودش دونای در چند مدت به یک عذابوی میگذره. هستن آدمو همون مؤمنا و کسایی که ایمان دارن نگین همی تقوا ندارن عمل ندارن همینجا سرکی غلطیدن میگیرن. خدا خودش دونایی که با او در دوزخ چند خمیشتن. البته آخر الامر نجات میابه مؤمن کسی در دلش مقداری ذره ایمان داشته باشه نجات میابه نه که الله دونایی که چند خمیشته اوجا شاید میلیون سال بسته به حساب دنیا. پس فردا روز قیامت نه نور داره یادم میگه نه حجت دلیل داره و نه یگون وسیله خلاصی از آتش جهنم. لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع قارون او فرعون او هامان او ابی بن خلف. در یک روایت وقتی اومده سمه حرف عطفی و اوقدی و همه آدم میگه فردا روز قیامت یا همنشین قارون میخیزه یا همنشین فرعون میخیزه یا همنشین هامان. این هامان وزیر همین فرعون بود
یا همنشین ابی ابن خلف. اگه قرون هم میدونه قرون هم خیش تباری حضرت موسی بر روایت حتی پسر عمکش که بدبخت برای مال شده خیانت کرد و در غضب خدا گرفتار شد، زمین فروش کشید، قطعی مال و حالش. فرعون هم میدونه، فرعون هم دشمنی پروردگار که دعوای خدایی کرده، با حضرت موسی دشمنی کرد. هامان وزیر بدبخت یعنی فرعون همون شخصی که فرعون وادار کرد که دعوای خدایی کنه. با همین کثافتی همین فرعون دعوای خدایی کرده است. یعنی عذاب این هامان عذاب فرعون زیادتر کرد. شاید این بین همین ابی ابن خلف نشناسن مردم که کی است. ابی ابن خلف یکی از اشراف قریش بود، یک تاجر بود، دشمن بی‌نهایت سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت در جنگ احد عموما در حیاتش هم یک آدم کشته سازد. آن همین ابی ابن خلف. این بدبخت اگر محمد زنده مونه من زنده نمونم، گفتم بدبخت همین به همین نیت همین قتل حضرت که حرکت میکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سعد ابن ابی وقاص زینید بود است، تیر میزد است، خودش میگیره یک نیزه رو همین سری دست میزنش و میگه بالای اسب میغلطه دیگه، همین دو فیغان بعد دیگه میکنن اما آدم میگه تو مرده کی زنک وای پیشون اولا نک، میگه به خدا قسم همین زخم میوار زدن کو اگر همه لشکر تو ده همین زخم تقسیم کنن همه دای درد رنج همین بره. خدای الهی همه حرکت کردن در سرک اولی سرشوی حرکت مرد همین بدبخت. یعنی کسی که همین نمازو رو نمیخونه همنشین این همی طایفه میشه در یک کامره خطی همی میگه. این نماز جدی های بچه ها، نماز جدی بگیره. نماز فرض خدا های، نماز روز نیاز به الله های و نوران و هدن و رحمه. پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت را، ثواب این نعتهایی را که قاری و الحال با هزار سوز و گداز سروده، ثواب امر به معروف و نهی از منکر که الحمدلله در این محفلی سنتی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار گردید. ثواب این نان و طعام ها که اهل این منزل به خاطر خشنودی و رضای الله به خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده کرده اند، اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر، بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبرانت، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار و روح آن حضرت را از امتی که وقتی خداوند صاحب فرزند چون میکنند به شکرگزاری نعمت الله، به سپاس از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم محفل عقیقش برگزار میسازند، شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و فردا روز قیامت از شفاعت آن حضرت بابای امردین تفلک خوشبخت جان برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند با نصیب گردان. بعدا برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحبای منزل امید دعا دارند، خاصتا به روح مرحوم خوشبخت جان برادر امردین. انشاءالله به خاطر احیای نام برادرش نام فرزند خوشبخت مانده است. خداوند خوشبختی واقعیش گردان. پروردگار رو طرز بزرگش کن که دیگر همو غم اندوه و مصیبت از قلب بیبیش دور بگردان، شادی و نشاط پدر خانواده بگرده، فرزند خوب صالح عالم قاری و محب به کمالش برسان. پروردگار رو فیض برکات خیرات خیش رو هرگز از این منزل، از این محفل، از این محله، از این دیار، از خاندان برادرای دست به دعا برداشته من قطع نگردم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک.